کل عربستان بسیج شدن کریس رو فشاری کنن. از وقتی که رونالدو رفته عربستان تقریبا همه عربا به جز هوادارای النصر توی هر بازی یا مسخرش کردن یا جلوی چشاش مسی رو تشویق کردن. این دفعه بازیکن تیم الهلال یعنی میشایل دیلقادو اومده که رونالدو رو فشاری کنه. این داداشمون میگه من قبل از بازی مقابل النصر تو جام عرب کاپ داخل رختکن به کل تیم قول دادم اگه گل زدم جلوی کریس خوشحالی سی رو برم و خب همون جور که قول داده بودم بعد گلم به النصر جلوی کریس همون خوشحالی سی رو رفتم. قشنگ یادمه وقتی این کارو کردم رونالدو با تعجب اومد سمتم و بهم گفت لطفاً دیگه شادی گلمو انجام نده، ولی من به حرفش گوش نکردم و هنوزم که هنوزه هر وقت گل میزنم شادی گل سی رو میرم.